صبح یک شنبه شما بخیر. تو سفر آخری که داشتم، وقتی که هواپیما داشت ارتفاع خودشو کم میکرد که فرود بیاد، وارد مه سیاهی شدیم که به هیچ وجه هیچ چیز دیده نمیشد. تو این اثنا باد شدیدم هواپیما رو دائم داشت تکون میداد. حتی چند از درهای بالای سر صندلی ها هم در اثر شدت تکون ها باز شدن. من به خلبان داشتم فکر میکردم و به این که تنها چیزی که داره او رو هدایت میکنه صدای اون کسی هستش که در برج مراقبت فرودگاه داره هدایتش میکنه که هواپیما رو به سلامت تو باند فرود بیاره. فکر میکردم که خلبان برای زنده بودن خودش، زنده بودن مسافرینش، لازم داره که مو به مو به اون چه که برج مراقبت بهش میگه گوش بکنه. یه لحظه فکر کنید اگه خلبان در اون چه که میشنید شک میکرد و عمل نمیکرد. من به شخص خوشحالم که شک نکرد. و ما تو این دنیای مه‌آلود، تو این دنیای پر از طوفان، تنها صدایی که داریم صدای خداست که از کلام او به گوش میرسه. یه لحظه فکر کنید چه به روز زندگی ما میاد اگه به اون چه که کلام میگه گوش نکنیم، روش شک بکنیم. و یه لحظه هم فکر کنید که چقدر پارازیت های مختلف از مسیحی نماها داریم که سعی دارن ما رو در صحت کلام خدا به شکمون بندازن. عزیزان، واقعا هم که واسه این که تو این هوای طوفانی زندگی سالم فرود بیاییم نیاز داریم به کلام خدا اعتماد کنیم. ما با زبانمون با خدا صحبت میکنیم و از آنچه که در قلب ما هست بهش میگیم و خدا از طریق کلامش با ما صحبت میکنه، کلامی که روح القدس اون رو به ویژه برای ما کلام مخصوص و کلام زندگی میکنه. در زندگی پر از روح و در دیسیپلین فیض